ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори даҳум. مرا به چی کار آفریدید؟ کیست آن کس که مرا پدید آورد؟ خشم و ستم و سنگ دلی و زور مرا به ستوه آورد. ای آفریدگار، مرا جز تو نگهبان دیگری نیست. اینک بهروزی و شادکامی برزگران را به من ارزانی دار. یسنا گاتی 29 بندی یکم. ای مزدا، از تو می پرسم، سزای آن کس که دروغ پرستی ناپاک را به شهریاری برساند چیست؟ ای اهورا، از تو می پرسم، پادفرهی جزای آن بدکونیشی که مایه زندگی خیش را جز به آزاری کشاورزانی درست کردار و چارپایان به دست می آورد چیست؟ یزدا گاتی 31 بندی 15. اندیشه ها مرا سوی زردشت می برد، سوی نخست پیامبری تاجیکان که کتابی جاودانه اویستا را آفریده است، سوی پیامبری که نقش راهی او و پیروانش را غباری 1000 ساله ها، علنگی آتشی بی امان و تیغی شمشیرهای خونریز، شکستن و گداختن و سوختن ها از زندگی مردم تاجیک ربوده نتوانسته است. زمانی ولادت و وفات زردشت یکی از بحثناکترین هنگامه هایی است که موبدان و حکیمان، فیلسوفان و مذهب شناسان، تاریخ نگاران و سالنامه نویسان دور و زمانهای گوناگون با آن رو آورده سخنی یا نقطه‌ای از خود افزودند که در نتیجه پیچیدگی های زیاد نسبتی تولد و روزگاری این پیامبری آیینی راستین به میان آمده است. از جمله سرچشمه های پهلوی بندهیشن، دینکارت، اردویرافنامه، نامه تنسر، آیید به سنه تولد و وفات زردشت معلومات گوناگون داده اند که بین آنها از 4 تا نیم عصر تفاوت جای دارد. از جمله محققان نقطه سنج بعدینه، ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه و مسعودی در مروج الذهب سنه تولد زردشت را سال 660 تا میلاد شمرده اند که این به حقیقت نزدیک تر است. اویستاشناسان و مورخان قرن ما بعد تدقیق و معاینه بسیار سرچشمه ها با وجود موجودیت اندیشه های مختلف تولد زردشت را تخمیناً از نیمه 1000 ساله 2 پیش از میلاد سر کرده تا سال 660 پیش از میلاد به قلم داده اند و طول عمر او را 77 سال مقرر نمودند. می توان گفتی
اختلاف‌ها درباره تولد و روزگار زردوشت در زمینه تحقیق و آشنایی با کتاب مقدس اوستا پدید آمدند. واقعاً اوستا یک قاموسنامه بزرگی است که قریب همه پهلوهای زندگی انسان را فرا گرفته، بابهای سیرشماری آن به دوره‌های گوناگون و سمت‌های مختلف فعالیت آدمان سر و کار دارد. مثلا قدیمترین قسمت اوستا گاتها از لحاظ کاربست کلمه و عباره و زبان و بیان به ریگویدای هند و آریایی ها قرابت داشته، مناجات و نیایش های مقدسی را فرا می گیرد که به عصرهای 12 تا میلاد منسوبند. محض چنین وسعت و پهنایی و گستریش دامن اوستا که چندین قرن را فرا می گیرد، محققان من بعد را به اشتباه آورده است. حدود پهناوری اساطیر و واقعه ها، مرزهای فراخ پرواز عقل و خرد و سرچشمه های دوری حکمت و فلسفه که از عهد بسا قدیم سرمنشأ می گیرند، در قیاس با عمر آدمی چندین کرات افزونی داشته، افضلیت و دامنه‌داری و بزرگی تعلیمات زردوشت را در قیاس روزگار او نشان می دهند. شاید از همین رو باشد که بعضی محققان به عمر زردوشت سالهای نبوده را افزوده اند و روزگار او را پیش و قفا برده اند. بیشترین سرچشمه های کهنه و نوی که از سرنوشت زردوشت و روزگاری پرماجرای او حرف زده اند، از پیشه کشاورزی و برزگری وی دلیل معتمد نآوردند، ولی بعضی از محققان و مؤرخان در استناد به اسم زردوشت، زرتشت را معنی نامش را صاحب اشتوری زرد تفسیر نموده افزودند که او دارنده اشتور و تای و اسبها بوده است. دلیلی از همه قوی و با اعتماد در بابت حال و احوال و روزگار زردوشت گاتهای اوستا شده می توانند. اکثر اوستا شناسان عقیده دارند که گاتها بی واسطه از جانب زردوشت آفریده شده است. واقعاً طرز بیان، اسلوب نوشت، حساسیت روحی و آهنگ افاده صمیمی به درستی این عقیده دلالت می کند. در گاتها پارچه های وامی خورند که یگان پهلوی زندگی، حال و احوال و روزگاری پرحوادث زردوشت را هنگام ستایش و نیایش خدایان می کشاید. سطح معیشت و دارایی و ناداری او را تا جای معین می سازد. مثلا برای دقیق نمودن اشتور و اسب داشتن یا نداشتن زردوشت پارچه زیرین گاتها روشنی می اندازد. ای اهورا، از تو می پرسم به من برگو، چگونه آن مزد که به من نوید داده شده است 10 مادیان و 10 اسب و 1 شتور بسانی رسایی و جاویدانگی در بخششی تو به دستیاری اردی بهشت به من ارزانی خواهد شد. یسنا گاتی 44 بندی 18. چون سخن از باب اسب و اشتر رفت، به اختیار قضیه به یاد می رسد که نخستین شده در ماورای آسیای میانه به دست آموز و رام نمودن اشتران محض باختریان قدیم کمر بستند. از اینجاست که اشتران دو کوهانه
در علم با نام اولین رام کنندگان خیش اشتری بختی یا باختری وارد شده. از مهارت بلند چارواداری و پرورش علوهای جنگی و بارکشانی نیاگان تاجیکان شهادت می دهد. اشتران دو کوهانه باختری برعکس شترهای یک کوهانه پهناهای عربستان و افریقای شمالی امکانیت‌های خیلی موافق بارکشانی داشته، بیشتر برای سفرهای درازی تجارتی کار می‌دادند و شاید همین اشترهای بیابانگرد باختری بودند که دولت باختری قدیمی در چارسوی راه‌های تجارتی بلادهای دور و نزدیک از جمله جاده کاروانگذری دولت‌های مقتدر و توانای مصر قدیم، بابلستان و آشور قرار داشته را با یکدیگر می‌پیوست و برای گسترش تمدن‌های مختلف مساعدت می‌نمود. بیهوده نیست که جواهرلال نهرو بدوی‌ها را باشندگان پرطاقت بیابان و اشتران را کشتی‌های بیابانگرد نامیده تأکید می‌کند که اسب‌های بده و اشترهای چابک و مرکب‌های پرطاقت همسفران دائمی بیابانگردها میباشند. از این لحاظ اشتران بختی دو کوهانه چون اسب‌های بدوی باختری در بسیار ممالک آسیا و شرق نزدیک شهرت تمام یافته بودند، تا جایی که بر عوض یک اسب و اشتری باختری تا 10 غلام جوان و تنومند را می‌دادند. درباره شهرت اسب‌های باختری در باب آینده مفصل‌تر خواهیم استاد. درباره آشنایی آشوریان با اشترهای دو کوهانه باختری تصویراتی برجسته منسوب عهد پادشاهی سلمانسر عصر 9 تا میلاد گواهی می‌دهد که در آن اشتران دو کوهانه به صفت پاداش برای شاه آورده شده انعکاس یافتند. آشوریان تا این دم این گونه اشتر را نمی‌دانستند و آن دیرتر با نام شتوری دو پشته در بین آنها شهرت یافته است. همچنین در سالنامه‌های منسوب لشکرکشی‌های آشوریان علل خصوص عهدی انشور نصیرپل از ولایت‌های همحدود باختر و کشور نیسا و علل خصوص مرو گرفتن انداز با طلا و نقره همچنین اسب و اشتری باختری ذکر شده است که موافق اخبار اسب را برای نسلگیری و کشیدن گردونه‌های جنگی و اشتر را برای بارکشانی در راه‌های دور استفاده می بردند. اعتبار و نفوذ و مقام اشترهای باختری را در رواج روابط تجارتی و فرهنگی بار دیگر قید نموده در اساس دلیل‌های بالایی صاحب اشتر و اسب و تایها بودن یا شدن زردشت را می افزاییم. در هر صورت صاحب اشتری باختری و اسب و تایها بودن زردشت دلالت به مکان زندگی او نموده قضیه را پیش می آورد که این مردی پیامبر نهاد باشنده باختر یا مرزهای کناری آن بوده است. اصلاً آید به مکان ولادت، نام و نسب و محل سکونت زردشت تا آوان ظهور پیامبری بحث‌های دامنه‌دار صورت گرفتند. اکثر اوستاشناسان و دانندگان خط اوستایی نامش را زردشت پسری پروشسب از اولاد سپی تمانی ها خوانده او را باشنده باختر شمردند. قسمی از محققان وطنش را خوارزم خوانده اند و چندی از عالمان مکان ولادت او را به آذربایجان و راقیماد ری ایران نسبت دادند. این بحث عیناً به مکان پیدایش
و انتشار کتاب مقدس اوستا نیز منسوب است که تا جایی به مکان ولادت زردشت ارتباط دارد. یعنی آن جایی که زردشت تولد شده و به کمال رسیده تعلیماتش را گسترش داده است، خواه و ناخواه وطن پیدایش اوستا و پهنشوی کیش زردشتی دانسته می شود. حتی ابو ریحان بیرونی زردشت را از آذربایجان پنداشته در آثار الباقیه چنین نگاشته است: سپس زردشت پسری سفید تومان ظهور کرد و او از مردم آذربایجان بود و از تخمه منوچهر و در شمار اعیان و اشراف خانواده های موغان. ظهور او در سال 30 از پادشاهی گشتاسپ بود و او قصبه پوشیده بود که از پیش و عقیب چاک داشت و بر خود زناری از لیف بسته و نمدی پرنقش در بر داشت و کاغذ کهنه با خود داشت که بر سینه خیش گذاشته بود. البته دامن علم فراخ است و هر کس به طور خود فرض و تخمین میزند، ولی دلیل های تاریخی و اخبار سرچشمه ها شهادت می دهند که واقعیت رنگی دیگر دارد. موافق معلومات مورخ یونانی قدیم کتیسی که سالهای 416 399 تا میلاد در دربار پادشاه هخامنشی اردشیر دو بیش از 17 سال طبیبی دربار بود و به کتابخانه پادشاهی و مأخذهای تاریخی آشنایی داشت، زردشت از اهل باختر بوده است و هیچ نمیتوان پنداشت که کتیسی در دربار شاهان نامی ایران زیسته و کتاب با نام تاریخ فارس نوشته مکان زندگی زردشت را به ایران نی بلکه دیده و دانسته به باختر نسبت داده باشد. این دلیل از جانب اکادمیک باباجان غفورف نیز دستگیری شده است. روایتی خیلی قدیمه موجود بود که طبق آن زردشت گویا در باختر زیسته است. این روایت در اثر مؤلف یونانی کتیسی آخر عصر 5 آغاز عصر 4 پیش از میلاد افاده یافته است. دلیل دومی که از اهل باختر بودن زردشت را تقویت می دهد نام پدر و مادر، خویش و تبار، دوستان و هممسلکان و دشمنان او می باشند که در یسنا و دیگر قسمت‌های اوستا ذکر شده اند. نام پدر زردشت موافق معلومات اوستا در شکل پروشسپ آمده، چهارمین شخصی بود که خام را فشرده از آن نوشاکی مقدس حاصل کرده است. از یسنای 3. در کتاب دبستان مذاهب نیز نسب زردشت چنین آمده است: گویند در آن روزگار مردی بود پروشسپ بینی تپیرسپ فریدالنژاد، جفتی او را دوغدویه خوانندی که آن هم عفیفه زنی پاک از تخمه فریدون بود. ایزید متعال این دو تن را صدف گوهری زراتشت زردشت ساخت. همچنین در یسنا، گاتها و دیگر پاره های اوستا نام چهارمین نیای زردشت هیچتاسپ، یسنا 46 بند 15، نهمین نیای او سپیتمان، یسنا 13 بند 114، نام اولادش سپیتمانیان، یسنا 46 بند 15، نام پیروانش گشتاسپ، جاماسپ، فرشوشتر، فریان تورانی و دیگران ذکر شدند.
بر علاوه این از بعضی مناجات و نیایش‌های اویستا برمی آید که زردوشت هوه نام دختری را به زنی گرفته است که آن خواهر یا دختری فرشوشتر نام وزیری گشتاسپ شاه بوده است. زردوشت صاحبی 3 پسر، استوستر، اوروتاتنار، خبریچیتر و 3 دختر، فرینی، تریتی، پاوروچیسته بوده است. یکی از دخترانش پاوروچیسته به جاماسپ نام دانشمندی به شوهر برآمده است. مدیومانه پسری عمکی زردوشت از نخستین پیروانی تعلیماتی او بود. ذکری نام ها با نسبه آسپ که خاصی نامگذاری باختریان بوده. غالباً در سرچشمه های تاریخی منسوبی مرزهای باختر وامی خورد. در نسب زردوشت اگر تپیراسپ را به سبب اخبار عصر 17 بودنش نادیده گیریم، نام نیای 4 آن هیجتاسپ در اویستا آمده است نیز دچار می آید. حتی نام و نسبه پادشاهان سلاله کیانیان که شهر بلخ و دولت باختر را بنیاد گذاشتند، لهراسپ، گشتاسپ، در همین شکل افاده شدند. از این لحاظ در نام نیاگان پیشینه زردوشت آمدنی نسبه آسپ و در نام خودی او آمدنی نسبه اوشتر گواهی می دهد که خود زردوشت یا نیاگان او از اهل باختر بودند. دلیل سیومی که به اهل باختر منسوب بودنی نه تنها زردوشت بلکه کتاب مقدس اویستا را تصدیق می کند، نام مرزهای جغرافی، رود و دریاها، کشور و مملکتها، شهر و شهرستانها می باشد که با یگان مناسبت در این یا آن قسمتی اویستا آمدند. مثلا در فرگرد باب 1 ویدیودت بعد در شکل وندیداد را گرفته است. از 16 کشوری آفریده اهورامزدا سخن می رود که آنها مکانی حیات خوشبختانه و قلمروی وطنی طایفه های آریایی به شمار می رفتند. این کشورها با نامهای زیرین یاد می شوند: 1 آریان ویچ با دشت و صحراهای پهناور، 2 گاو سوگده با علفزار و مرغزارهایش که در اینجا خداوند سر اولاد حیوانها گاومرد را آفریده است، یعنی گاوی نر را، 3 مرو با بهادرانی ناترسش که به مقابل بدی جنگیدند، 4 بکخادی بختر با پرچمهای برافراشتش، 5 خیراو هرات با آبهای فراوانش، 6 ویکریت با مرکزش دوزک، 7 اوروه با بهترین شهرها و چراگاه‌های غنیش، 8 کنیپته با مرکزش ویرکانه، 9 حرکایت زیبارا، 10 خیتومند با جواهرهایش، 11 رگ با شهرها و 3 عقل و خردش، 12 چخره با شهرها و بهادران نمایانش، 13 ورنه 4 گوشه وطنی فریدون که اژدهای 3 سر را بکشت، 14 خبت هند با زمینهای بهترینش، شاید پنجاب، کشمیر و غیره باشند، 15 رنخه با آبهای جاری، 16 ایروت کنده با زمین و شهرهایش، وندیداد فرگردی 1. در بابهای دیگری اویستا از خوارزم، توس، رودهای دایتیا، خراب 5، چراب نکچه، اندخون اندخوی، دنو سیردریا، بروشام ناحیه در بدخشان، رودی زرنومت زرفشان، کوههای پتخشورگر وخشوار،
کومیس در خراسان و حصار تاجیکستان یاد شده است که اکثر آنها در مرزهای آسیای میانه کنونی و شمال افغانستان واقع‌اند. با وجود آنکه از ذکر این نامها بیش از 2000 سال گذشته است، ولی تا کنون اکثر آنها در میان مردم تاجیک با بعضی تغییرات‌های لحنی و حرفی معلوم و مشهورند، چنانچه سوخت، مرو، باختر، راخ، رگه، هلمند، حیتومند و غیره که از تشکل جهانبینی جغرافی و گسترش دین زردشتی در این مرزها شهادت می‌دهند. از اینجاست که پیدایش رسم و رسوم، نفوذ کیش زردشتی و افزودن مقام و منزلت آن محض در پایتخت باختر قدیم شهر بلخ آغاز یافته و ظهور پیامبری و تعلیمات زردشت نیز در دربار پادشاه آن گشتاسپ دستگیری دیده است. به قول اکادمیک باباجان غفوروف، باختر با درفش‌های افراشته اگر نخستین نباشد، یکی از آن کشورهاست که در مناطق آن دین زردشتی اولین بار پهن گردید. همین طریق در کلی نوشته های اویستا، سرچشمه های پهلوی، رساله های تاریخی و سالنامه های عهد قدیم، پیدایش و نفوذ یافتن تعلیمات زردشت و تألیف کتاب اویستا را محض به شهر بلخ به زمان پادشاهی گشتاسپ نسبت می دهند. مثلا فردوسی در شاهنامه ترغیبات دین زردشت را از زبان گشتاسپ چنین می آورد: بگیرید یک سر رهی زرد و هوشت، به سوی بتی چین برارید پوشت، سوی گنبدی آذر آرید روی، به فرمان پیغمبری راستگوی، پراکنده گفتارش اندر جهان، سوی نامداران و سوی میهان. مادامی که به شهر بلخ آمدن، در دربار شاه گشتاسپ مقام و مرتبه بلند یافتن و چون پیامبری راستین اعتراف شدنی زردشت، همچنین در آنجا به تألیف کتاب مقدس اویستا پرداختن او در صدها سرچشمه ها ذکر شده باشد، چی ضرورتی است که این مرد هم نژاد و هم زبانی باختریان را هزارها فرسخ دور افکنده به آذربایجان و راغیمات نسبت دهیم، در صورتی که نه چندان دورتر از شهر بلخ در مناطق بدخشان افغانستان راغ نام ناحیه از زمانهای قدیم تا امروز معلوم و مشهور است و بعضی شرقشناسان اروپایی آن را اشتباهاً راغیماد ری امروزه ایران پنداشتند. شنونده های گرامی، شما گفتار دهم را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.